یک زن دوست می داشتم، یک دختر دوست می داشتم، مثل بعضی بچه‌های ما دوست داری میکنن. دوست می داشتم و با او علا میکردم، با او سخن. در کلام عرب منشه زنا را از یک چی میگیرن، میگه زنا از اینجا سرچشمه بگیرن. اول علا شروع میشه. همین تلفن هایی که در دست داره، یه نمره هوایی اگر بزن یک کس میبردارش، یا یه نمره همی هوایی بزن یک کس هست که میبردارش. مرد است، زن است. عرب میگه اول کلام، اول علا میشه، ثم السلام. بعد چند وقت علا بس چی میشه؟ سلام. بعد الجماع، بعد علا سلام شروع می، بعد سلام چی جماع شروع میشه. پس زنا منتشر شد. بنابراین راست گفت که گناهی وزمینه دارم. یک زن دوست می داشتم، گفت یا رسول الله شهوت زوری کرد، گفت با ایشان یک روز ملاقات شدم، گفت با همون زنا کردم. زنا کرد. چند مدت دیگر این زن ندیدم، گفت زنای کرده ای من در این زنک حمل پیدا شد. حامله شد. 9 ماه کامل شد. این زن که حاملش کلان شدن گرفت، قریب تولد آمد دعوا کرد مرده که تو زنا کردی، این حمل است گفت. بعد گفت به خاطر شرمنده نشین گفته زنک گفتیم که تولد کرد. تولد کرد کودک من با سنگ زدم و کشتم. گفت اینم گفت چیزی ما را، همون وسوسه ما را سکینه نداد، آرامش نداد. بعد همون جسد یعنی کشته کودک که من با سنگ زدم مجر کرده بودم میره سوزاندیمش. گفت سوزاندیم، خاکستری او را در دریا بردیم. ما گفتیم که سیر به همین پوشیده شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم که تماشاش کرد شدن، این بچه رو پاره پیغمبر گفتاد است. عرق از جبین رسول الله چنان ریخت که عرقهای کلان بدن رسول الله صلی الله علیه وسلم لرزه گرفت. اصحاب همه گریستند، ناله کردند، داد و فریاد صحابه ها بلند شد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چشما را پوشید، اشاره کرد که برو گمشو باید، برو بدبخت. گفت که الان حاضر خدا اگر از آسمان برای تر نابود کردن هلاک کردن یک چراغکی بزند، یک بلای بفرستد، همین مردم همش دلای تو میلرزد. برو دهشت مردم آلوده نکن، چیزی که میشه بلایی که با بالا در خودت بیاره. گفت که مردم آزار نده، برای که جنگل در گرفت خشکتر همه میسوزد. بلا آمد، نگاه کنید، بلا آمد، ویروس آمد، همه را گرفت. بهترین علما و قاری ها را برد، بهترین دانشمندا و فضلا را از بین برد. اگرچه این بلا برای کافرها و یهودی ها و مسیحی ها آمدگی بود، دشمنای خدا این ویروس آمده بود، لیکن گفتم بود جنگل در گرفت. شما بعضی حالات توسط شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تلویزیونی و محرق‌ها اگر ببینه، جنگل ها در روسیه در میگیره، صدها هزار گکتر میسوزه، هر یک ارچه و چناری تر در فلک، سر در فلک میسوزه، چپا میشود، علاوه است میسوزه. پیامبر صلی الله علیه و آله برو. این بچه ناامید شد، برو آمد رفت. گفت کارم تمام شده است. وقتی رحمت للعالمین رسول الله من گفت که برو کارو تمام شده، کاری من تمام شده است. با مجردی برو آمدن، جبرئیل امین آمد پیکی وحی. این بچه برو آمد از در، جبرئیل امین آمد. گفت یا رسول الله خدا با تو سلام گفت. بعد از سلام گفت که بخشیدن گناهی بنده در اختیار محمد یا در اختیار خدا؟ در اختیار کیه؟ گفت اتاب کرد. رسول الله گفتن در اختیار الله است. گناه باید محمد صلی الله علیه و سلم محاکمه کند یا که الله؟ گفتن الله محاکمه میکند. پس چرا این بنده خدا را ناامید کردی؟ مگر نمیدونی خدا گفت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. نفهمیدی این آیت به شما نازل نشده بود؟ آره.
چی است که جبرئیل گفت یا رسول الله وقت شما میگو این مردک میگفت که گناهی ما از بین است شما هر چیزی که قیاس میکرد میگفت گناهی ما از بین است از زمینم گناهی ما از بین است از آسمانم گناهی ما حتی الله محفوظ حتی از عرش الهی پس آخر همین بچه را پرسید که گناهی تو از بین است که رحمت خدا این مرد جنایتکار و رحمت خدا اصلا ما از بین تر است گفت یا رسول الله شما نفهمیده که این بچه گفت جنایتکار گفت که رحمت خدا از همه از بین تر است گفت فهمیدم چرا ناامیدش کردی چرا این بچه را از در خانه خدا ناامید بیرونش کردی گفت محمد جان من گفت صلی الله علیه وسلم وقت شما میگفته که گناهی تو از نفس یا زمین میگفت گناهی من گناهی تو از روی آسمان میگفت گناهی من ما 7 طبقه آسمان ملائکه هاش با سرداری من توجه داشتیم تماشا داشتیم این منظره را ما خیال کردیم که این یگان رکعت نماز قضا کرده ای شما توجه کرده وزنی سخن حدیثه ما خیال کردیم گفت ملائکه ها که این یگان رکعت نماز قضا کرده است مضمون حدیث یک انسان زنا میکند زنای از همسرش تولد میکند و او را در شرکه میکشد او را میسوزاند خاکسترش در دریا میپرتاید گناهش از یک رکعت نماز قضا کردن بزرگتر است این مردم بالکلیه نماز نمیخونند این مردم در تگاه دیوارا میشینند از آن میشن مسجد نمیگویند این مردم شبها روزها در خانه ها خوابند پروای نماز نیست در خانه هر یک تا من و شما برادرای عزیزی مسلمان 4 تا 5 تا 3 تا 2 تا مرد زن بچه دختر کلین نبودگیش تا 2 تا 3 تا بینماز نبودگیش تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بینماز ببین یک رکعت نماز قضا کردنش گناهش بالاتر از کی باشه پس الله میگه من گناهی را میبخشم این مرد که زنا کرده است توبه بکنه والله گناهش را میبخشد اما گناه بی نماز نمیبخشد گناه چی؟ بی نماز نمیبخشد به این خاطر در اینجا حدیث رسول صلی الله علیه و آله میگه که شما مصیبت و بلا بالاتو که آمد از خدا مرگ نخواهید هیچ وقت آرزوی مرگ نکنید بگه خدا عمر شما را دراز کنه اگر مرد صالحی دراز کند با عمر دراز عبادت خدا کن لیکن اگر گناهکاری بعد گناه خواهی نخواهی تو توبه میکنی ذره ایمان اگر در بدن باشه توبه میکنی توبه نمیکند از گناه کسی که او ایمان ندارد به خدا و پیغمبر او از خدا و پیغمبر نمیترسد دیگه او بی‌پرواهه گناه هم میکند تکبرانه در توبه کردن هم دیگه تکبر میکند یعنی این از همه بدتر است بنابراین لحاظ کی است در بین من و شما میگه من گناه ندارم هر کسی در دنیا بگه گناه ندارم احمقه هر کسی بگه من گناه ندارم احمقه این مردمی که 50 رفتن 80 رفتن 90 رفتن 100 رفتن 50 سال قبلش یک بار ورق بودن این ده احمقتر دیگه کسی نیست 50 سال عمر قبلیش ورق بودن این حرامتر کسی نیست از این ملحدتر و فاسقتر و فاجرتر و منافقتر کسی نیست به 2 روز نماز خواندن تو یا یک بار حج رفتن آمدن خر عیسی رفت مکه مدینه آمد همون خر قدیمه خر آدم نمیشه هو حمار خیرس است گرگ است سگ است مگر او آدم میشه نه حسن بصری رضی الله عنه به پیش حرم بیت الله میگذشت اولیای متقدمین حسن بصری امام است امام المسلمین مردم در حرم بیت الله طواف خانه کعبه میکردن مریدا دیدن که حسن بصری در اون حرم بیت الله نمیدره همه میگذره میره یکی از مریدای عاشق و مخلص و محب و محبوب استاد بزرگوار پیر بزرگوار آخی مردم لبیک اللهم لبیک داد و فریاد رساندند این مردم گرد شمع توحید الهی چون پروانه چرخ دستن چرا شما نمیدرایه وقتی طواف است بیه طواف قدوم است یا طواف وداع است نمیدرایه
مرید به اشاره کرد که بیرون برو. مرید اشاره کرد که بیرون برو. از حرم بیت الله مرید دویده برآمد پیش حضرت حسن بصری زیارت کرد. انگشتا شریک کرد حسن. خکر گو اهمی بین انگشت های من نگاه کن در درون حرم بیت الله چی میبینی؟ نگاه کرد که فقط خوک دید، خر، خیس، گرگ، درنده ها را دید. گرد خانه کعبه طواف میکردن. گفت دیدی من چی خیلی درم قطع همه حیوان ها در اینجا طواف کنم. حاجیان اکثر حاجیان از پل حرم رفتن. اکثر حاجیان برای عنوان رفتن. اکثر حاجیان برای حاجی شانگروت سیاه کردی برای حاجی. حج عنوان نیست. پرسیدن علمای دنیا را کی را حاجی گفته میشه؟ گفتن هیچ کس. حاجی عنوان نیست که مردم بگته. یا آدم اگر نامش حاجی عبدالله باشه، اگر عبداللهش بگن میگه خفه نشود. نامی تو عبدالله، حاجی عبدالله نیستی. حاجی عبدالله را الله در قیامت بگه. حاجیگی عنوان است که پروردگار میتیتن بگه که حاجی عبدالله پیش ما بیا، انو حالت فخر میکنم تو خدا حاجت نفسده. این معلومش که حجت قبول شده است. حاجیگی عنوان نیست. ای بوی حاجیگی نشد.